وای وای، داخل تونل چنان سرک هوار است، درایوم چنان مزه میته که میگی پچک کدگه بدوا هر قدر که میدوانی. اما نظر به اونمو قانون و قواعد ترافیک که ایجاد میکنه داخل تونل، باید سرعت زیاد ما نریم. تونل ما یکی برش کم است، یعنی دو طرفه نیست که یک تونل باشه به خاطر رفت که باشه به خاطر آمد، دو قسم نیست. دو طرف باید از این یک سرک استفاده بکنن. با او خاطر باید همه و هم دیگر راننده ها نورمال حرکت بکنن. در غیر از او یک رقم این قراره که دبی شده دیگه اینم تو یک گلاس چای هم در دستت باشه. بچه ندارین یک انرژی چیزه قراره که اینم تو بیشه دیگه دب کو خود موتر میره سابق